دلت میخواد ایمت از این به این تبدیل بشه، پس تا آخر ویدیو همراه ما بمون. خب دوستان، جدیدن مشکلاتی که پلیرهای دارن مشکل ایمشونه که بعضی دلش میخواد ایمشون اسم من نگاه کنید انگاری این باته. البته به اتچمنت 117 هم هستش، ولی این زومو شما نگاه کنید دورتر میشه، یه جورایی اون دوربین دورتر میشه و راحتتر میتونید بزنید. نگاه کنید انگاری این بات زدید. حالا ادباتو میزنم همش هدشات میخوره. وایسا من یه ذره. خب نگاه کنید همش هدشات میخوره. خب دوستان، اگه میخواید ایمتون مثل من بشه و باید اینطوری عین من این بات بزنید، باید وارد تنظیمات بتل رویالتون بشید و وارد قسمت بیزیک یا قسمت دوم وارد بشید و میاید اینجا یه قسمت هست به نام ADS-FOV تو اسکوپ زوم. اینو آن میکنید و میاید پایینتر، میاید پایینتر. اینجا یه دونه اینا FOV رنج، اینو من گذاشتم رو 82. شما 10 تا 10 تا بیارید جلو ببینید کدوم مخصوص شماست، راحت تر میتونید باش بازی کنید. نگاه کنید جدی داره مثلا این بات داره میزنه روی انمی قفل میشه. نگاه کنید یه ذره دنبالش میره، نگاه یه ذره دنبالش میره. راحت میتونید با این روش راحت انمیاتون رو توس بزنید. حالا من میام این اتچمنت 117 من بهتون میدم، جدی نقطه زنه. یعنی این اتچمنت رو دستش نیست، یعنی نقطه تر از این نمیشه پیدا کرد. خب دوستان، این اتچمنت 117 منه، نقطه زنه بهتون بگم، یعنی واقعا بچینیدش و امتحان کنید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. دمتونم گرم. ممنون میشم لایک، کامنت، سابسکرایب هم فراموش نشه. مرسی، خدافظ.